سلام همراهانی عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. اکهارت توله یک نویسنده و متفکر معاصر آلمانی است که به موضوعهای معنویت، آرامش باطنی و زندگی در لحظه حاضر دقت مخصوص می‌دهد و همه آثار او در این موضوع هستند. او اساساً با اثرهای مشهور خود از جمله The Power of Now، حیات در حال حاضر و زمین نو New Earth شناخته شده است. در تعلیمات این دانشمند زندگی در لحظه حاضر و رهایی یافتن از فکرهای نالازم گذشته و آینده جایگاه مهم دارد. او باور دارد که تنها توسط زندگی در حال حاضر انسان میتواند آرامش باطنی، خوشبختی و شادمانی پیدا کند. توله تاکید میکند که لحظه حاضر یگانه زمانی است که واقعا در اختیار ماست. او میگوید که اکثر آدمان وقت را با فکرهای نالازم درباره گذشته یا آرزوها و ترسهای آینده صرف میکنند. به عقیده او تنها وقتی که انسان توجه خود را به حال حاضر روانه میکند میتواند با تمام قوتش زیبا زندگی کند و واقعا خوشبخت باشد. با اندیشه او ایگو یا نفس انسانی یکی از سبب‌های اساسی درد و عذاب در زندگی است. ایگو همیشه با احساس خودشناسی مشغول است و خود را از دیگران جدا می‌حسابد. این خودشناسی جدایی باعث احساسات منفی از قبیل حسد، غرور و ترس می‌شود. به گفته توله انسان باید از ایگو رهایی یابد و به یک شعور کلی پیوندد که او را به جهان و دیگران پیوست می‌کند. اکهارت توله تاکید میکند که زندگی واقعی از قبول هر آن چیزی که در حال حاضر رخ میدهد عبارت است. قبول واقعیت معنای آن را ندارد که انسان باید به وضعیت دشوار تن دهد، بلکه باید هر وضعیت را همچون یک قسم جریان زندگی پذیرفت و با آرامش باطنی به آن مناسبت کرد. وقتی که ما واقعیت را با تمام جنبه‌هایش قبول میکنیم میتوانیم آرامش و خوشبختی باطنی پیدا کنیم. او میگوید که اکثر آدمان در فکر و خیالهای خود غرق میشوند و از واقعیت اطراف خود دور میشوند. حسی حضور به انسان کمک میکرد که عزیزان نه تنها زیبایی زندگی را بیشتر احساس کند، بلکه به احساسات باطنی و احتیاجات خود نیز آشنا شود. توله میگوید که هر یک انسان در زندگی درد و عذاب را احساس میکند، اما اکثریت آن از ترس و نارضایتی از وضعیت‌های حاضر منشأ میگیرد. به گفته او انسان باید از درد و عذاب رها شود و این را توسط قبول حال حاضر و آرامش باطنی به دست آورده می شود. اینک عزیزان چند جمله طلایی توله را میخواهم به سمع شما رسانم که میگوید هرگاهی که تو از حالت حاضر فرار میکنی و در فکرهای گذشته و آینده غرق میشوی از قدرت اصلی خود دور میشوی. لحظه حاضر را پذیرفتن به معنی رهایی یافتن از احساسات منفی و آغاز آرامش باطنی است. هر قدری که انسان با ایگو و خودپرستی خود نزدیک می شود همون قدر از خوشبختی دور می شود. عزیزان خلاصه این دانشمند سطح جهانی به ما می گوید که برای رسیدن به خوشبختی و آرامش باطنی انسان باید لحظه حاضر را قبول کند، از ایگو و فکرهای منفی رها یابد و با خود و جهان آرام و پر از محبت مناسبت کند. هر انسان می تواند با توجه به حاضره و قبول واقعیت زندگی پر از شادی و معنویت را احساس کند. عزیزان، آیا شما درباره اندیشه های این دانشمند چی فکر و نظر دارید؟ راضی بوده می توانید و اگر اندیشه دارید لطفاً در کامنت بنویسید. عزیزان، ما نیت داریم که در آینده کتاب‌های توله را با زبان تاجیکی دسترس کنیم و آنهایی که با زبان روسی و انگلیسی و دیگر زبان‌ها
آگاهی دار مسلط هستند میتوان کتاب‌های او را مطالعه نماید. من باوری کامل دارم که شما از دانش و تجربه این مردی دانشمند و خردمند برای خود بسیار چیزهای خوب را خواهید گرفت. خوب عزیزان، چون هر وقته با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.